آقا حبیب از ایران در مورد گوشت اسب سوال کردن که آیا حلال است یا حرام؟ گوشت اسب قبلا را عرض کردم، گفتم علما و فقهای امت اسلامی درش اختلاف کردن بین حلالش یا کراهتش و بعضی هم حلال میدونن. من این را ترجیح دادم بین چند رأیی که در بین فقها وجود دارد، گفتم که کراهت تحریم اولاتره. کراهت تحریم، نمیگم تحریم مؤکد هست چون درش خلاف هست و قرآن هم مسکوت گذاشته، ولی کراهت تحریمی است به چند دلیل. اولا در جاهایی که قرآن کریم از انعام، چارپایانی که حلال گوشت هستند و مورد تصدق قرار میگیرند و مورد استفاده گوشت و شیر و امثال این قرار میگیرند، به اتفاق گوسفند و شتر و گاو هستند. به اتفاق فقها. آیا اسب جز ایناست؟ مسکوته، نمیدونیم. ولی غالبا وقتی که بحث‌های زینت دنیا را نگاه میکنیم، قرآن در سوره دیگر میفرماید که والخیل والبغال والحمیر لترکبوها و زینه و یخلق ما لا تعلمون. در سوره آل عمران زین للناس حب الشهوات من النساء، و آنجا میفرماید خیل المسومه، جز زینت های دنیا. پس خیل یا اسب در قرآن دو بار که ذکر شده در باب زینت و به اصطلاح استفاده سواری هست، استفاده سواری و زینت، که من فکر میکنم برای گوشت آنقدر شاید مناسب نیست. حالا اگر در کشور استفاده میکنن بنابر مذهب حنفی ها یا مذهب دیگه، میتونن بنابر مذهب خودشون عمل بکنن، ولی بنابر رأیی که من یعنی با استناد به آیات و روایات و از بین فقها گلچین کردم و اون را رأی را ثوابتر میدونم الله تعالی، میگم که کراهت تحریمی است. ممنون. ولی اگر کسی خورد اون را گناهکار نمیدونم. آقا علی از ایران، بفرمایید آقا علی.